سلام علیکم هم‌دیاران عزیز. 25 مای سال 2024 و من میخوام با شما گل مگنولیا رو نشون بدم. این درخت مگنولیا این نمیدونم 10-15 ساله شد. نه گل کردم این سال. یک گل عجیبی میکنه. ببینید. کوسه باری میشه کوفت کلان میشد. کوسه باری از کوسه هم کلان میشه. میگه همه 2 روز میرود یا نه نیست میشد. من این با عجایبیش این که یک بوی و خود خاصی بوی خوشبوی هم داره دنمین 100 بار باری میشد. این ببینید بعد کلان میشود. این ببینید چه کلان شده و اونجا گلوش الکه انا زرد انا گل بود گلوش شکفته خوش شد و باز گل کرده است دست من. این ببینید من گل و باز چند جای دیگه تا با گلش پیدا شده است دست من. این است گلی مگنولیا هم‌دیاران عزیز. نه انا کلانش فاروق هوا پرون کده میتونی زور قد میرسه. انا کلانش نه قد نمیرسه بگم. دیگه چه کلان شدگی یعنی هوای قب ای انا گلی مگنولیا ما پرون کدیم تماما بودن شدگیشه. اینجا تخم میکند و تخمش اینا میبرورن. انا چه کلان شده است. بونا داره کمتر باش بود داره ها نشکفتش. انا بینید چه گلی مگنولیا خوشویا بینی هات خوشو سفید ایناش این ویا ایناش این گل نه. انا گل برگه خیلی برگه شبرار دو قبات گله برگه گل. انا گلی مگنولیا هم‌دیاران عزیز. درخت بزیب همیشه سبز حولتون رو خوشون بکند. این ای بزرگ میخرید من ندارم. درخت گلی بزیب است هم‌دیاران عزیز. در پناه خدا باشید با گروه انگور و با باشید.